به همین دلیل است که میگویند کشاورزی چین 60 سال از بقیه جلوتر است. در حالی که ما هنوز درختها را به روش سنتی می‌کاریم، آنها درختان را به آثار هنری زنده تبدیل کردند. شگفت انگیزترین نمونه‌ها صندلی‌هایی هستند که از خود درختان خمکاری و شکل دهی شده‌اند. از زمانی که درخت فقط یک نهال کوچک است، باغبانان استاد شکل نهایی آن را با دقت طراحی می‌کنند. آنها از سیم، لوله‌های بامبو و قالب‌ها استفاده می‌کنند تا به شاخه‌ها سمت و سو بدهند. در طول سالها شاخه‌ها خم می‌شوند، در هم تنیده می‌گردند و با هم ادغام می‌شوند تا دسته‌ها، پشتی و پایه‌های یک صندلی را بسازند بدون اینکه حتی یک میخ استفاده شود، اما نتیجه نهایی محکم‌تر از فولاد است. در این روش درختی قطع نمی‌شود، بلکه خودش به یک مبلمان زنده و ابدی تبدیل می‌گردد. پشت این هنر ده‌ها تجربه و صبر استادکاران نهفته است. امروز این صندلی‌ها به سراسر جهان صادر می‌شوند و قیمت هر کدام ممکن است به بیش از $10,000 آمریکا برسد. در حالی که بسیاری هنوز برای ساخت مبلمان درخت قطع می‌کنند، چین با کاشت درخت آینده را می‌سازد.